اوه آقای پلیس، حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپا که زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته‌های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخه همون گپتا بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس، کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سر ما بیرون نکن. ای بپرس شایره چی تو؟ ای دست حقزنی ملیسه را بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دید بگم که با آتلا زور میشه. سر بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغاب. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغاب. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغی سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها، در آخر اشاره یافتم. چوکر نیستی؟ سردارم بینید زاغی سیاه رو دستگیر کردم. بینید با شما زاغی سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یگان دلیل داری؟ ها؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنند؟ تو چه خیل پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاهتر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس، بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. یگان سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جد نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگرد. رفته در خانه‌تون خواب. او لالا ماما میا. این در خانه بیام. خانه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولاله ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاکت. شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک درآمده یردم تیم، یگان لالی نوشته باشه، یگان کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من آدم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی. فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. به من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسیز خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شب خوش. سیوال، چرا با این قدر ناحرمتانه رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ شوکت در کوچه ها نگرد. وضعیتمون اونقدر خوب نیست حالا. برادر، وقتی که تو این خیل میگویی یک و یک باره غمگین شده با بیرون برآمدن میخوام. در خونه دلم تنگ میشود.
تو معرکه با معرکه بگرد و من در خانه بشینم. مایلشو برادر آخر لیدن در این جاها گشته شده است. از یک طرف نمیک گوش کن، این نمیک یکان خوبی میکند به تو. اگم که نمیکه بیا دنبالو مرا خدسی اول جان نکاح کن. کار را برآورده و شکمت 2 بار میزنم بعد میبینی حالت رو. با خدا دینه که همی سیوال گند عصبو ما ویران کرد. دیگه نمیفوره بینیمش. تو رفتن گیر من کرگام مرش. برای ما شیرینای هم بیزور. در کوچه ها بسیار نگرد و سلام. شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر رونال گفت که یک خبر تاجیلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکه شوکت. دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نبوده. کجا برم؟ ها بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، میده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم 2 سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیلی باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چه معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه همین خیل گفت. جای حجت را هم گفت. البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیکی چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی بو. ما در اینجا چی کار میکنیم به تو؟ چه خیلی تسلیم ها؟ اونال خودش را با عقل فکر میکند اما با کلتکلس شوخی کردنش را با اون نشان میگیرم. و خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار شوکت. نقشه عادتی کلس همین است. باجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاه ما در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شخمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونال در این حال باشد گروهش را جمع کرده بود.